سلام دوستای عزیز، در برنامه امروز از من خوش آمدید. دوستان خود امروز دوباره یک دانه ماسک برای دوستا بذارم. این ماسک جور کنید، ماسک سفید کننده است، هم صورت سفید منم، لیفت منم یک دست و شفاف یک دست منم کلاژن ساز است. این منم رایی کنید و ببینید چجور منه. برای من نیاز دارم به یک دانه ظرف ماست. دوستای عزیز دیگه امروز دیگه مواد ما زیاد الان. پودر پوست پرتقال که بگیرید، پودرش رو خشک کنید، آسیاب کنید. خیلی کلاژن داره، خیلی چیز مواد مخویه. پودر پوست پرتقال، یه آرد برنج. اوکی، یعنی مخصوص یعنی دوستای عزیز شما میدونید چیه؟ شیر خشک بچه است. شیر خشک بچه که اصلا پر از کلاژن و پر از موادهای مخویه.